خیلی خوب بچه، راجع به آشیوازه جلسه پیش صحبت کردیم، تکنیکای پا ها. شب راجع به تکنیکای مثل تومویناگا و سومیگاش و تکنیکایی که حریف رو میخوام بکشیم رو خودمون راجع اون صحبت کنیم. بیشتر برای پول گارد کردن به درد میخوره. میخوام بازی رو بکشونم پایین، پول گارد کنم، توی خاک بازی بکنم. برای همین سعی میکنم از این نوع تکدان ها که خیلی زیاد در جیوسی برزیل استفاده میشه و استفادهش خوبیش اینه که معذرت میخوام، شما اگه تو تکدانیم که انجام میدین نصره باشه، پول گارد میکنی، حریف رو میبری تو خاک، ادامه بازی تو میکنی دیگه، امتیازی از دست نمیدی ها. اول کلاسیک این مسئله رو براتون توضیح میدم. تومویناگه جزء تکنیکایی هست که حریف رو من میکشم به سمت خودم، یعنی اینکه شما بفرمایید که حریف رو از روی خودم میخوام پرتاب کنم. اوکی؟ تاواراگاش، سومیگاش که از گاشش معلومه که بدل هست، موقعی که خم میگیرن بخوام تو بدل ها زیاد استفاده میشه. تومویناگه یه تکنیکی هستش که تو بدل استفاده نمیشه، یعنی بیشتر تو حمله است، یعنی یه تکنیکی که برای حمله استفاده میشه. ولی خب مثل سومیگاش هست، مثل تاواراگاش هستش، متوجه هستی استفاده میشه. الان هر سه تاش کلا از تومویناگه شروع میکنیم، بقیه‌اش هم همه رو توضیح میدیم. اوکی؟ خیلی خب بچه‌ها، برای تومویناگه بچه‌ها من اول حریف رو سعی میکنم میخوام به سمت خودم بکشم. مثل کوزوشی نیستش که بخوام کوزوشی کنم، حریف رو فقط میکشم به سمت خودم. وقتی حریف رو به سمت خودم میکشم، ببینید بچه‌ها، پامو میذارم کنار هیپ حریف ها، کنار پهلوش. شما مستقیم رو شکمش نمیذاری، به این پاتو میچرخون، تیغه پاتو میذاری کنار هیپ حریف، کنار لگن حریف. وقتی که گذاشتم همزمان به این میرم پایین. اوکی؟ این اشتباه نباشه که اول بشینی بعد سعی بینی بکنی که پاتو بذاری. پاتو باید بذاری و همزمان بکشی بری پایین. اوکی؟ حالا من حریف گرفتم، میذارم، میکشم و حریف رو بالا سر خودم رد میکنم، به شرطی که بیای بالا بچرخی، حریف رو کنترل کنی. اگر حریف رو تومویناگه تکنیک بزنی بره و فرار کنه، بهت یه ادوانتج بیشتر بهت نمیده، امتیاز نمیده. باید بیاید مثل بقیه تکدان ها کنترل داشته باشه. پس اهمیت داره وقتی که تکدان تومویناگه رو انجام میدی بیای بالا سرش و 30 ثانیه کنترل تو داشته باشی. پس دقت کن، کونیکاتا میکنی، گارد میگیری، گارد داره فقط دست در نره. اوکی؟ پس اول که گرفتم میذارم، میکشم، پرتاب میکنم، میرم بالای سرش. اوکی؟ حالا صحبتی که میشه راجع به تومویناگه، میگه آقا ارتفاع حریف خیلی پایینه. موقعی که تو جوسی برزیل کار میکنی مثل جودو نیستش که شما سیخ گارد گیری بکنی، قامتت صاف باشه. کونیکاتا که میکنی اینجایی. من از اینجا میخوام به حریف تومویناگه بزنم. ببینید بچه‌ها، توی پهلوی حریف، به قول جودوکارا تو یوکو، توی پهلوی حریف حرکت میکنم. ببینید بچه‌ها، پامو میذارم انگار که میخوام ازش آرمبار بگیرم. حالا یه تکنیک دیگه هم اینجا یاد میگیری شما. میخوام آرمبار بگیرم، یعنی میذارم انگار که میام برای آرمبار. حالا خود اینم یه تکنیکه، درسته؟ یعنی اگه تکدان رو نگرفت میتونیم برای ساب میشن اقدام بکنیم. حالا میگیرم، ارتفاعش خیلی پایینه، پامو بچه‌ها نگاه کنید، میذارم به پهلو دراز میکشم، همزمان به این بچه‌ها این گردش میکنه. این که گردش میکنه ببین فقط کافیه یه فشار بیارم، حریف تو چرخش تکدان میشه. هر چقدر که پایین باشه، گاردش پایین باشه، بچه این تکنیک رو میتونه بزنه، مگه اینکه نشسته باشه دیگه، مگه اینکه روزانو نشسته باشه. ولی جفت کفش بالا باشه، ببین همینقدر که من بتونم ازش پایین تر برم. پامو میذارم توی پهلوش دراز میکشم، یه چرخش میونه چون تکدانمو انجام میدم. تومویناگه رو شما توی پهلو میتونی باش حرکت کنی، بزنی ها، توی سایدام که حرکت میکنی همزمان باش دراز میکشی، اجرا میکنی، مستقیم میتونی اجرا کنی. و اینکه برای پول گارد کردن هم میتونی ازش استفاده کنی. من بازی میخوام بکشونم به خاک، شاید خیلی دور باشه و پول مزاد میخوام تومویناگه هم نخوره، چه کار میکنم؟ تمام میذارم، پول گارد میکنم، میتونم برم برای آرمبار، من میتونم بکشم کلوز گارد بکنم. کسی راجع به سوال نداره؟ این اجرا کنید بعد سومیگاش هم توضیح میدم. اوکی؟ اوس بفرمایید.